این یک اعترافه. برای یک کمالگرا شروع کردن بزرگترین خیانت به خودشه. بدون واسه شروع کردن لازم نیست بهترین باشی، اما برای بهتر شدن باید شروع کنی. بیا دوتا کارمند در نظر بگیریم، هری و لوک. هر دوشون سخت‌کوش و وظیفه شناسن و وقتی به سمت اهدافشون پیشرفت میکنن با انگیزه تر میشن، اما وقتی از کارشون بازخورد میگیرن واکنششون کاملا متفاوته. لوک از انتقاد سازنده قدردانی میکنه و حاضره از اشتباهاتش درس بگیره، اما هری این بازخورد رو فقط به عنوان یه شکست میبینه و خودش رو پایبند به استانداردهای خیلی بالایی میدونه. دائم از اشتباهاتش شرمنده است و نگران اینه که بقیه دربارش چه فکری میکنن. بنابراین لوک یک فرد سالم و درستکاره و از طرفی هم هری یک کمالگراست. به طور کلی کمالگرایی سفید یا سیاه نیست. یعنی اینطوری نیست که من کمالگرا باشم و تو کمالگرا نباشی. روی طیف کمالگرایی برخی از ما کمالگراتر و برخی کمتریم، اما اکثریت در وسط این طیف قرار داریم و روزانه شاهد افزایش کمالگراییمون هستیم. عموم مردم کمالگرایی یه طرز فکر مثبت میدونن که منجر به موفقیت بیشتری نسبت به کسی که کمالگرا نیست میشه. اما گول این حرف رو نخور، چون این حرف کاملا غلطه. اما خیلی از افراد موفق در جامعه وجود دارن که خودشون رو کمالگرا خطاب میکنن و با این حال به بالاترین حد حرفه خودشون رسیدن، مثل سرینا ویلیامز و استیو جابز که بالاترین دستاوردها رو دارن. پس میشه گفت کمالگراییه که اونا رو به این مقام ها رسونده، ولی اینطوری نیست. باید بدونیم که هیچ رابطه‌ای بین کمالگرایی و عملکرد بهتر وجود نداره و این خیلی عجیبه، چون من کمالگرا خیلی سخت تلاش میکنم و همه چیز رو دارم تو فعالیتم استفاده میکنم، ولی با این حال عملکرد بهتری ندارم. چون وقتی یک کمالگرا توی یه موضوع خاصی به نتیجه دلخواهش نمیرسه، تلاششو کمتر میکنه، به خودش سخت میگیره و باعث میشه یه رفتاری از خودش بروز بده که از شکست بیشتری جلوگیری میکنه و این رفتار با عنوان تعلل شناخته میشه. بنابراین کمالگرایی باعث عملکرد بهتر نمیشه و اگه با شکست مواجه بشه تو رو نابودت میکنه. تله کمالگرایی. کمالگرایی یه لوپ بی پایانه که به تله کمالگرایی معروفه. بذارید با هری پیش بریم. در وهله اول هری استاندارد و معیار بالایی واسه خودش تعیین میکنه. در ادامه با نتیجه نگرفتن و اولین بازخورد شکست رو واسه خودش برمقام میاره. اینجاست که هری اعتماد به نفسی براش نمیمونه و نگرانی حرف بقیه میاد سراغش. این لوپ قرار نیست اینجا تموم بشه، چون هری با انگیزه بیشتر چند پله بالاتر از معیاری که انتخاب کرده بود و به کار میگیره و هنوز شروع نکرده به تعلل و اهمالکاری میرسه و نتیجهش میشه احساس ناکافی داشتن. مورد دیگه ای که کمالگرایی بهت حس ناکافی بودن میده سندروم ایمپاستره. این موضوع توسط جامعه تجویز میشه و بیشترین حالت کمالگرایی افراد رو تشکیل میده و به کمالگرایی جامعه محور معروفه. وقتی میگیم من به اندازه کافی خوب نیستم و باید بهتر باشم، این یک کمالگرایی خودمحوره، در حالی که کمالگرایی جامعه محور توسط همکاران، معلمین، والدین و حتی کسایی که باشون در تعاملیم شکل میگیره و پر از انتظاره و متاسفانه جامعه طوری طراحی شده که این احساس کمبود رو پیشرفته ترش میکنه. مثال ساده و کلاسیکش رسانه اجتماعی یا همون سوشال مدیاست که بیشترین حد مقایسه بین جامعه و کسی که هستی رو تشکیل میده و رسیدن به خودت رو غیر ممکن میکنه.
اما حالا راهی هم وجود داره که بشه کمالگرایی رو کنترل کرد. قطعاً اولیش اینه که تو معیارهای معقول‌تری رو انتخاب کنی. اگه هری از ابتدا استاندارد و معیارهای بالایی تعیین نکنه، گیر تله اهمالکاری نمیافته و شروع کردن واسش خیلی آسون تره. و میدونیم هری خیلی از شکست میترسه و اگه گیر تله اهمالکاری بیفته قطعا شروع نمیکنه. خب نمیشه که همیشه از شکست بترسیم. کاملا درسته. و راه دوم اینه که شکست رو به عنوان یک موفقیت ببینیم. به طور کلی 4 نوع بازخورد از ما وجود داره موقعی که شکست میخوریم. اولیش اینه که اکثریت ما شکست رو یه چیز خیلی بدی میدونه. و دوم به مرحله پذیرش میرسیم و میپذیریم که شکست خوردن یه امر کاملا طبیعیه. و توی مرحله سوم باید بفهمیم که شکست خوردن تحقیرآمیز نیست، بلکه انسانسازیه و ما داریم ازش یاد میگیریم. و در نهایت به مرحله 4 میرسیم که شکست رو یک موفقیت میبینیم. ما وقتی شکست میخوریم از اطلاعات جدیدی که به دست میاریم یاد میگیریم که چجوری ادامه بدیم. به قول معروف برای پرواز باید سقوط یاد بگیری. و حالا سوال من از تو اینه، تو کجای این مرحله قرار داری؟ و واسه رسیدن به قله حاضری چی کار کنی؟ راه سوم و آخر خارج شدن از منطقه امنه. خارج شدن از منطقه امن واقعا ترسناکه، اما وقتی ازش بیرون میای متوجه میشی اونقدرام ترسناک نیست و تازه دیدتو بیشتر کرده و باعث میشه اعتماد به نفست هم افزایش پیدا کنه. اگه واقعا میخوای که کمالگرایی تو کنترل کنی باید خودتو تو موقعیت‌های قرار بدی که خطر شکست زیاده. اونجاست که افکارت به چالش کشیده میشن و تو باید قلمرویی یا تصرف کنی که مدت خیلی طولانی چشمتو روش بسته بودی. بیا همه این حرفا رو بذاریم کنار و به حرف تو گوش بدیم. تو از شکست خوردن میترسی و واسه همینه که شروع نمی کنی و توهم اینو داری که بقیه راجبت چه فکری میکنن. اما بذار یه چیزی رو من بهت بگم. مگه شروع نکردن به معنی شکست نیست.